این کلیپ ها به یه اسپویل خرکی از انیمه ناروتو است. یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس. بی خیال خزبازی. داستان از یه دهکده نسبتا قشنگ به اسم کونوها شروع میشه. کت خدای دهکده حاج آقا هاشیراما در کنار ننجون میتو به خوبی و خوشی زندگی میکرد. البته اگه جنگ با مادارا رو یا خمینی این کی؟ مادارای جنگجو قاتل بالفطره. آها اینهاش. بله البته اگه جنگ با ایشون و مرد شدن کوراما توی میتو رو نادیده بگیریم. این پیرمرد و پیرزن مهربون 2 نوه داشتن. نوه مهمه و گوگل مگولیه که امروز میخوایم درباره‌اش صحبت کنیم. سوناده نام داشت. از اخلاقیات این بانو بخوایم تعریف کنیم میتونم بگم که ممکن بود الان گردن شما جای میز باشه. از دیگه خصوصیات ایشون میتونیم به تسلط بر بازی حکم اشاره کنیم. البته ایشون همیشه داخل بازیاش برنده بود. بگذاریم ایشون از مکتب کونوها با تصدیق گنیم فارغ التحصیل شد و تو تیم بندی افتاد با اوروچیمارو و جیریا. البته اینم باید اضافه کنم که در ابتدا روابط پرنسس با جیریا یا اروسنین زیاد جالب نبود، اما با گذشت زمان نسبتا بهتر شد. اینم اضافه کنم که اروسنین همچین از سوناده بعدش هم نمی اومد و این علاقه متناسب با سایز سوناده افزایش هم پیدا کرد. خب حالا بیاین بریم سراغ بخش غمناک سرگذشت ایشون. یکی از بزرگترین ضربه هایی که به سوناده ما وارد شد شهید شدن برادرش توی جنگ شینوبی دوم بود. خال سوناده بعد از این ماجرا کلا رد داد و زد توی کار نینجای پزشک تا دیگه امثال برادرش به فنا نرن. در این راه با یه آقای به شدت خوش‌تیپ و خوش اخلاق به نام دانکاتو آشنا میشه. متاسفانه همون لحظه که فکر می‌کردیم زندگی سوناده داره یه ذره بهتر میشه، ایشون هم توی ماجرایی به شدت زخمی و شهید میشه. البته اینم اضافه کنم که سوناده رسید بالا سرش، اما متاسفانه به دلیل حجم بالای خونی که از حاج آقا دانکاتو رفته بود کاری از دستش بر نیومد. پرنسس ما که دیگه واقعا رد داده بود کلا از میدون بیرون رفت و هر موقع خون میدید جیغ میکشید و فرار میگرد. ایشون بعد این اتفاقات دست خواهرزاده یا برادرزاده دانکاتو یعنی میگیره و کلا تو افق محو میشه. خب به منم اگه یه دونه شیزونه چام بدین میرم و تو افق محو میشم، پشت سرام نگاه نمیکنم. منم تو. در آخر ناروتو و اروسنین میان ایشونو جمع میکنن و میبرن تا روی پاش وایسه و کت خدا یا همون هوکاگه دهکده بشه. ناروتو که تموم شد، ولی من امیدوارم بتونم دوباره یه همچین شخصیت دوست داشتنی توی انیمه ها ببینم.